با سلام و صبح بخیر. امروز جمعه 29 خرداد سال 1405 در روستای مغان هستیم. به اتفاق دوستان و عزیزان گلم در گروه همنوردان نشاط. اینجا هم روستا بسیار زیبای مغان هستش. در خدمت بزرگان گروه هستیم، جناب آقای کشوری و لشکری و سرکار خانم و برو بچه‌شون و همه دوستان عزیز. ماشاءالله 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 فرزانه. درود بر شما. استارت رو ایشالله میزنم برای رفتن به آقای لیدرمن. داره میریم به قار مغان. درود بر شما. این اینم که روستای بسیار زیبای مغان هستش و جای همه دوستان خالی. عالی عالی. اینم همه برای بچه هستند و منم حقیر صرافا تقصیر. ارادتمند. فدای شما. درود بر شما. انشالله که روز خوبی رو داشته باشیم و بهترین ها رو تجربه کنیم در کنار دوستان و عزیزان گلم. ارادتمند.